یک مولایی صاحب دمی وقتهای نزدیک وفات یافت. بازی خو مالندار دیگه مولایی صاحب کراز در جنت رفت. خداوند خبر شد که مولایی فوت شده. ایر از سابق مشناخت، هر روز ملائک آوال می آورد برش. باز گفتن امو مولایی صاحب بیارین. قوی مولایی صاحب در لب کوثر کت 70 نور آمد، یک آل داشت، یک 20 چل تا غلمان هم در سرش. ای ملک آمد گفت که مولایی صاحب خداوند خواستیتان. ای از زیر از این نفرها خیست دویده رفت در حضور خداوند. بفرمایین خداوند. خداوند گفت بچه‌ام خوش آمدید در جنت. خواستم بپرسم که در دنیا چی گپا بود، همه چیزا خوبه، مسلمان ها چطور هسته، یهودا و عیسوی آزار خو نمیتشانه، چی سوالا داشت. مسلمان های ما کلشون خوب بود، شک و تردید خو نداشت. گفت فلسف یک اتحاد ملحد و کافر که هست و خلایده هسته، اما دیگران ایسای بسیار دیمی ملت افغان خب بیخی ملت شهید پروره در راه شما بسیار خوب. گفت چی سوالا داشتن؟ شک و تردید. یک چیز گفت شک و تردید خو هیچ کس نداشت، اما یک چیز بود که هر گپ که میزدیم مردم هم میگفت او بدر از دنیا کی رفته که پس آمده باشه که با ما بگه که جنت چطور بود دوزخ. گفت خو امی؟ بله. گفت خب کار آسانه. گفت من خودت پس رایی میکنم. چند روز شده که مردی؟ گفت صاحب یک 2 هفته. گفت که ملائک ایرا پس در دنیا رایی کنین. اما تو که میگفت و چت مولایی صاحب دمی شهر مزار شریف دوباره زنده شد. اولین کس است که بعد از 2 هفته از او دنیا برگشته. من مصاحبه دارم با مولایی صاحب. مولایی صاحب یکی از سوالای بسیار عمده برای ما این است که همین خانه های جنت چی رقمی بود، دیوالایش از چی جور شده، همین بسیار هیچ کدام ما نمیفهمیم. میره خشت از طلا و خشت از نقره، از خشتای طلا و نقره. او چی یک مقبول دیوال، خشت طلا، باز سرش خشت نقره، باز خشت طلا، باز خشت نقره. و چقدر مقبول. اما مولایی صاحب عالی خشتار چطور که یکی دیگه لیم کردن به خاطر کوجه بشینی اما تو تکیه کنی که اگه دیوال سر چپنش. حاجی آقایم چی شد در جنت شوندیم دیوال سر چپش؟ ولی حاجی آقای ما در جنت کشته شد. وی اوغان کم تاله در جنت کشته شد. چرا؟ در دیوال که تکیه کرده لوده خشتا در سرش افتیده، زیر خشت طلا و نقره مرده. جنت هایی که خشت از او طلا و نقره باشه. خب این مسئله از این چی هست دیگه؟ باش ما با اینه که خشتا رو میمانیم با سمت میکنیم، بسیار ریگ میگیریم دیگه میگیریم. مسئله از او مسک الاظفر. مسئله از او مشک الاظفر. یعنی مولایی صاحب ما خود نمیفهمیم میگه پاره. یعنی مشک اعلا، یعنی مشک که اعلا ترین مشک باشه. مسئله عزیز که بسیار طلا و نقره رو با هم چی کرده پیوند کرد. مشک اعلا. خشت طلا بازی تو خداوند متعال کت گلماله یک کمک مشک اعلا دریش مولده، باز که خشت نقره مانده، باز مشک اعلا، باز سرش خشت طلا هم ترکایی جور کرده. اما مولایی صاحب مشک خود چسب نداره. اولی یک دفعه نشه که دیوال سر ما در جنت چپه نشه. خب بسیار خوبی مشک اعلا سمتش است. خالی از او مولایی صاحب خدا را میگفتی که ما منظور ما نیست که غلطی تا بگیریم تو خداستی. خالمور یک کف میکردی که داغ میامد یا هم داغ میامد تا اواره میشد که سر یک دیگه میموندی میچسبیدن. حاجت مشکل اطفر نبود. خب باز از او موجه پاش میدادی. خب خیر حال غلطی خدا را که گرفته میتونه. خب مولایی صاحب اینال در اونجا امی جایی که راه میگردی نمی زیر پای چی میباشه؟ او خدا چی هست؟ خاک جنت میفهمین چی هست برادر اسلام؟ و ترابه زعفران. خاک جنت زعفران است. زعفران رو میفهمین که دیگه چی هست؟ زعفران از امون گیاهای قیمتی هست که ما به نام طلای سرخ یادش میکنیم. خاک جنت که تو راه میگردی سرش او چیست؟ زعفران. خاک جنت زعفرانه. حال
مولوی صاحب زعفران خود درشته، صحیح است که یک چیز قیمتی است، اما او خود درشته. در سر از او که راه بگردی پایت خوش نمیه. مثلا اگر در سر یک پارچه نرم مثل ابریشم یا پرنیان را بری یا پرقو یا چیزا سرت خوش میخوره، یا اون نموز ریگای بسیار نرمه که مثلا در کنکون میری یا یگان بیچای خوب که میری که تو سرش پای میمونی ابریشم واره، او خو خوش میخوره. اما زعفران خو مثل که جو در زیر پای پرتن، خو برای مزه و صحیح برای بوی، اما برای راگشن در سر زعفران کدام لوده میگرده. حال خدا صاحب امیر میگفتی که ما منظور ما غلطی نیست خدایا، خو منتها ما میگم این مردم ها نشه که سوال کنن امیر بگویم زعفران. خو خیره حال باز دیگه چی همی سنگا و سنگچلای چی؟ و سنگچلایی که با او بازی میکنی و سنگچلایی که زیر پایت افتاده و استا قدم میزنی، میفهمی که چه هست؟ مروارید است و یاقوت است و زمرد است برادر است. مروارید و یاقوت و زمرد. تو سنگچلا که میری که سعی میکنی که زمرد که یاقوت که الماس نگفتک. حال مولوی صاحب دورا که میری پایایت خون نشه. خود صحیح است که زمرد قیمتی است، الماس قیمتی است، این جواهرات قیمتی است، اما بر زیر پای خب چی معنا داره؟ اگر امیال در یک جای بگردانم تا که دمی زیر پایت سنگچل پرتم یا زمرد و یاقوت و دیگه تو که در سرش بری پایت اوگار میشه. خب بازم همون خدا را میگفتی که اسراف برشی، حال حاجت و کارها چیز که تو کلش در جنت گرفتی. بیاز امی یک کمک بر افغانهای ما بته، یا آموژه که رایید کرده بود امی چپنت که پالان خر وارز دمی امیر از جانت میگشتی بوجی جور میکردی اما را پرکده میاوردی دمیجه که هم ما میدیدیم باور میکردیم، اما میدمی افغانستان برادرای طالب ما امور میگرفت مفروخت که برای یتیم و بیچاره یک چیز میشده. نه خب بازم دیگه حالکت خدا چی دعا کرده بتانی؟